بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اومدیم درباره این سکه های یک مارک آلمان صحبت کنیم. این سکه همونطور که میبینید اینجا عدد 1 نوشته شده و اینجا هم 2 تا برگ هست کنارش و در پایینش هم تاریخش نوشته شده 1979. پشت سکه هم دوباره همونطور که میبینید در وسط سکه نشان عقاب هستش و دو تا درش هم نوشته‌ای هست. این سکه از سال 1948 تا سال 2002 ضرب می شده. جنسش از آلیاژ نیکل و مس هست و وزنش حدودا 9.5 گرم هستش و قطرش هم حدودا 24 میلیمتر. حالا این داستان این حروفی که اینجا نوشته شده چیه؟ این حروف در واقع نشانگر این هستن که این سکه در کدام شهر ضرب شده و همین میتونه ارزشش رو بالا پایین کنه. مثلا این سکه‌ای که الان در دست من هستش در شهر مونیخ ضرب شده و ارزشش حدودا 90 سنته. این تقریبا ارزون ترین مدلشه و این حالا این یکی هم که اینجاست نشان الو داره که ارزشش حدودا 95 سنته. گرونترینش تقریبا میشه نشان جی. اگه نشان جی رو داشته باشه $1.70 ارزش داره و اگه نشانه اف رو داشته باشه $1.60. این سکه نشانی جیش از همه کمیابتره، به خاطر همینم ارزشش بیشتره. در واقع کم و زیاد بودنشون ارزشش مشخص میکنه. و اینکه یه چیزی هم که شاید براتون جالب باشه این دورش هستش، ببینید طرح خاصی رو داره. و اینکه ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما بودید و سابسکرایب هم یادتون نره.